بارشات شدید فصل بهار به چندین ناحیه و محله تاثیر و به صدها نفر ضرر رسانید. اگر در بعضی حالت‌ها این را میتوان یک آفت طبیعی خواند، اما در بعضی حالت‌های دیگر این گونه خسارات را میشد که جلوگیری کرد. چگونه دهه‌ای در شهر وحدت قربانی خنک نظری شد. ما کوشش کردیم این پهلوی آفت را نیز بررسی کرده باشیم. اینجا یکی از کوچه‌های دهات کلان جماعت دهات سیمینگنج شهر وحدت است. بر اثر بارشات زیاد باران آب دریا بلند شده کوچه محل را به یک شاخه دریا مانند کرده است. اکثر خانه‌ها خالی‌اند. ساکنان محله شب را در خانه‌های نزدیکان و پیوندانشان سحر کردند. میگویند بار اول نیست که سیل خانه‌های آنها را خراب می‌کند، اما مقامات با سبب‌های نامعلوم در حل مشکل آنها کمک نمی‌کند. این زن نظیره پاشا سیدامیرова است. او روز 5 می وقتی آبخیزی با اهل عائله‌اش به خانه برادرش رفت، چون در منزلشان ایستادن خطرناک بود. دینر ای جماعت ای همینجا آدم اومد به همین جره اومد میگه که من هیچ کار کردن نمیتونم. خانه خودم تنجای مقصد مون میگه بکنه بگیره براتونه بخیزه بره. آخه ما با کجا را بریم؟ ما را که جماعت دستگیری نکنه، ما را رئیسا که دستگیری نکنه، ما را کی دستگیری میکنه؟ با کجا را اینا ما بریم؟ کی رحمان میتیه؟ خدا را شکر سه تا گودک داریم، 2 تا کلینای در خونمون. پیر کم پیرای ما یورا با کجا را بریم؟ خیر دیگر خانه‌های محله هم از این آفت طبیعی ضرر دیدند. حمزه علی سفرов نیز یکی از آن جبر دیده هاست. او چند روز باز دروازه خانه خود را گشودن نمیتواند، چون سیل پشت درش را با سنگولای پوره محکم کرده است. سیل آمد همه اسپیت کردیم که در محکم کردیم برآمده گریختیم. دیگه نه درآمده نمیشد، نه هیچ نیم متر زیاد لایقه در چه میخوشه دیگه شده نمیشد دیگه. شب همین سیل آمدن وقت ما همه اسپیت کردیم که برآمده گریختیم اینجا. دیگه اینجا خودی کلام برفتیم خونه یک شناسا بود اونجا خور رفتیم. اینجا سیل این خیلی آماده است چه اینجا خوب میره کودک دیگه یک حادثه ناخوش روی میتیاد خانه یکی یک حادثه ناخوش روی میتیاد من چیکار میکنم با ساکنان این محله میگویند کارخانه کارکرد قمشغل که چندین سال پیش از جانب دیگر دریا ساخته شده بود مجرای دریا را تنگ کرده آن را به طرف منزل ساکنان روانه میکند و این یکی از سبب‌های بیشتر شدن آبخیزی و به خانه مردم جاری شدن مجرای دریا است. در همین برابر رئیس جماعت دهات کلان میگوید سبب اساسی این مشکلات در دیگر جاست. در این منطقه که خلق نکنه زندگی نکنه. گفتم اما مردم اینا تکنیک را من میون خر مردم دچدار پیروز کنه استراحتگاه را پیروز کنه بیاین اینجا ما یک مثلا پیشو یا دنبه میکنیم یگان وای میکنه پیشگیری میکنه اکا اونجا یگان کسی یوف نمیکنه 10 میلیون دست ساخته 500,000 دست ساخته یگان تا شکل نمیکنه وجود دیگه کوارتیران تا ساکنان و صاحب ملکان استراحتگاه‌های محله برای حل مشکلشان چندین بار به مقامات از حکومت شهر و محل تا کمیته حالت‌های فوق‌العاده، پروکراتورای گنرالی، آژانسی ضد فساد و حتی دستگاه پرزیدنت مراجعت کردند. در پاسخ به قسمی از درخواست‌های اشاره شده است که کارخانه‌های کارکرد قمشغل در حقیقت غیر قانونی ساخته شدند، اما تا حال فعالیت دارند. همچنین چند منزلی که سیل راه را بسته است و معلوم نیست کی اجازه داده است، پا بر جایند. ساکنان نمیدونن باز با کی مراجعت کنند تا مشکلشان حل خود را پیدا کند. امام علی سعیدزاد، ازیا پلوس.